اعتماد به نفس نداری. میدونی راز اعتماد به نفس سلیبریتی ها چیه؟ 1. به بودن کنار مردم عادت کن. اگه تو محیط شلوغ احساس خجالت بهت دست میده، به خودت این جرأت رو بده با بقیه صحبت کنی و ارتباط بگیری. میتونی از رنگ لباس یا مو تعریف کنی، اینطوری سر صحبت باز میشه. 2. طرز فکرت رو در مورد خودت تغییر بده. اگه همیشه احساس کم بودن میکنی، به جای تشدید حرفهای منفی توی سرت، به مثبت تغییرشون بده و با زاویه دید بهتر به خودت نگاه کن. 3. از منطقه امنت خارج شو. اگه به خاطر اعتماد به نفس پایین عادتهایی داری که محدودت کرده، سعی کن قدمهای کوچک و خارج از محدودیتی که واسه خودت ساختی برداری. مثلا اگه رود نمیشه کاری رو انجام بدی، شده هر چند کم اما انجامش بده. و 4. به خودت بیشتر اعتماد کن. اهداف ریز و کارهایی که احساس میکنی قابل کنترل هستن رو تعیین کن. با انجام دادنشون اعتماد به نفست تو کارهای بزرگتر بالاتر میره.